خدا شاهدی است که برادر یه آدم فعلا زیر تاثیر رفته. ما فقط از خوار زیر قد چیش برادرش به اولادی حسابایش گفتیم. گوانتانامو برده شده. گوانتانامو تیر کردیم. کی بود در دیواره اتاقت؟ در دیواره اتاق برادر کسایی بودن از میدان وردک بودن. کی بود؟ مثل برادر شهر سمت، ملا سمت بود، ملا کاپی بود. فکرش شد. این در کجا است؟ در کدام کشور است؟ این برادر شهر این در بغداد. از ما 100 روپه گرفت. از او نفری که برای ما زنگ زد بود که فال مرا برو پیش امی آقا ببین. از او 100 روپه از در کدام داخلش ورق است نی بینش پر است. نه خب گفتیم که دعا برش جای به جای میشه بریم دعوا من چیز است. چی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، امیدوار هستم خوب صحت و سلامت باشید. هموطنان عزیز، امروز آمدیم در ساحه حوزه 18 و اینجا هم با سلسله برنامه‌های گرفتاری جادوگران و ساحرین امروز با محتسبین حوزه 18 آمدیم. برشان راپور رسیده که اینجا نیست یکی از جادوگران و ساحرین بزرگ وجود دارند. درست جناب بالای سید؟ بفرمایید. بالکل هم دا رقم لکه څنګه چې تاسو ویل همدغه سیده تیر ورځ موږ تقریبا په دې پسې عملیات وکړل. څلور نفر موږ دینه گیر کړل چې موږ سره ځکه ټول وسایل سره موجود دي، بنديان دي البته موږ سره. او نن ورځ چې دا کور تاسو وینئ دوی تر روان یو. موږ ته یو دقیق اطلاع ده چې اوس هم موږ یو ملګری په داخل کې دی سره دی. خب هست یک نفر قبلا شما روان کرد. روان دیوالی ما هست. بله خب بله بفرمایید. موږ ملګری ورسره دی، یعنې په خطر هم ورته ولېږه چې د سړی د موږ له ځایه نشي ګورېښت ونه کړه. مشکل لرم. مشکل چې ما زه عاشق یم شي ته عاشق لرم. نو دغه سلسله ما ملګري ته چې ورسره اوږده یې کړي چې موږ در ورسېږو. نو اوس هم سلسله روانه ده ورسره. درست. خب همین فعلا هم یک شخص را اینا روان کردند و گفتن که ما عاشق هستم، برام یک تعویض بتین که ما به عشق خود برسم. دیگه اینا رو میبینیم چه کار از زیر پیش برده. ان شاء الله اوس کنه جدن ور شوی دی وسایل و شی به یا مکار هستن منکر میشه. من میفهم قسم که در این برنامه قبلا هم بود همشان با ثبوت شواهد ولی منکر میشدن. اینا رو هم میریم داخل. بفرمایید جناب مولا شیخ شما پیش شوین. خب هموطنان عزیز، قسم میگیم ما فعلا آمدیم با داخل همین شخصی که راپورش رسیده. سلام بخیر است ان شاء الله. صحتتان خوب است؟ خب خوب هستین برادر ان شاء الله؟ شما خوب سلامت باشین. جناب بالای صاحب تاسو څنګه جوړی سات کړی؟ سلام علیکم څنګه جوړی سات کړی بخیر. و او شخص گفتین امینا هست. همدغه کس دی چې دلته تعویضونه او شی کوي خلکو ته او کوډ او سحر کوي. یو دو کس موږ ته دقیق راپور و. دقیق راپور. او د تقریبا د یوې میاشتې شاوخوا نه ما تعقیب کړی دی. میشه اینجا بیاین ببخشید. تقریبا یوه میاشت شاوخوا کېږي د ما تعقیب کړی دی. نو څه کسان را لېږلي وو چې تر څو موږ ته دقیق معلومات او شی وکړه. نن ورځ موږ موفق په دوی باندې شو چې دی موږ برادر شما با اینا راپور رسیده که شما جادو و سحر میکنید. سحر و جادو سحر اونو لبه ماسته اونجا سیل کنی که اینجا اصلا تعویضات نیست، کلا بدر دوای یونانی است. فکرش شد فقط زردی برش میکنه. ما فعلا یک نفر دستگیر کردیم که شما چی به عشق خود برسه شما بهش تعویض دادین. اگه ما داده بدیم می گردن ما داره شد. همون را صدا کنید. همون را صدا بکنید. ما دستگیر کردیم. بیاین شما ایش بیاین. صدایش. اینجا سه کلا قرآن درمانی است. یعنی شما بدره است. این چی است؟ بدره. چوبا. بدره به خاطر دوای شکر، به خاطر دوای دندان درد. ما طبیب یونانی هستیم. چیز
دارین؟ از کجا فارغ شدین؟ فارغی خود صاحب تب چیز نیست، تب دولتی باشه. این تب مالجوی، تب خانگی است. طب شخصی است. تب شخصی نیست، تب خانگی است. طب خانگی هم وجود داره؟ تب خانگی بله صاحب، چرا؟ وجود داره؟ در کجا یاد گرفتین؟ از کی یاد گرفتین؟ ما ایده صاحب پاکستان درس خوندیم. در کجا درس خوندین؟ لاهور. جناب مولوی صاحب نن ورځ موږ راغلو تاسو نه ممکنه شی وسایل وزدته معلوم کو ها جناب مولوی صاحب اینا میگن ما سحر و جادو نمیکنیم و این هم هست ما با تکلیف شکر استفاده میکنم و میگه لحوه ما میشه که ببینید ما فقط زردی را درمان سیسته اوس به موږ د وسایل ټول چک کوم چې آیا د سره سحري وسایل او تعویضات او شی شته او کنه شته او کوم کس چې اوس د کور نه وتل مو ګیر کړل بیاین یک ببینید کس به درست خپل به کس باندې اقرار وکړي هموطنان عزیز اینا میگن ما چک بکنیم ببینیم وسایلش که چی گونه است این کتی است یک قسم این بازم نمیشه؟ این باز نمیشه برادر این یک باز بکنید خب این چی است این تیل سیاه. این تیل سیاه. این بر چی است تیل سیاه تیل سیاه برای زردی برش. این چی است این تیل زیتون. خب چی است؟ یه عزیزه و چی نوشته کردین؟ این فقط به خاطر مریضیش بوده. چی تکلیف داشتین؟ عزیزه چی نوشته کردی کدام؟ نیکبخت. اینو با کدام عزیزم تکلیف شما بنده برش دادین؟ این فقط سردرد بوده. سردرد بوده؟ بله بله. با سردرد شما این قسم چیز بازی چی میشه اینو چی کنه باید دوایش باز ما جور میکنیم نه این ورق دفعه با جور سردرد این هم کلش با سردردی است کدام؟ این یا صاحب چیزای باطل این تاویز نیست. مولوی صاحب چی است؟ تو بگه دقادزی پیدا کو اگه که دقادزی تاویز بود ما برای جرم میدم یا اینجا کتاب تاویزات تو یافتی ما برای جرم میدم خو یا چی است یا کلا بدارش این خود چیزی نیست. این چیز نمیشته است کدام؟ این خود نامش بنده بختیار بختاور. ها ازی چی مره ازی چیز است خانمش کنه من فایزه بن خانم و نجیبه این بنده عزیز ببینید و اینی چی ماناک در پشت سرش اون چیزی نبوده صاحب فقط اشتکا خط کرد. خب این اشتکا خط کرده بله او خود چیزی نیست که خوانده شد. این میگه اشتکا خط کرده سید قیسی میگه اشتکا این مادر جواد چی تکلیف داشته؟ دندانش بفرم. درد میکرده بوده. اینجا چی علی از چی محمد. فهمیدین که شما دندانش درد؟ خودش من اینجا مراجعه میکنه که دندان بازی ورق چی به دندانه این خطک باز ما اینا رو خطک به این معنا بداریم میده دفعتا که خود جور دندان درد نمیتونیم نه بعدا باز برش جور میکنیم که اینقدر نفر مراجعه کرد. همین شخص چه شد که پیش شما آمده او را او میای خب چی از جناب مولوی صاحب ایران پیدا کردیم که خب. چی است از خودش پرسان کنیم. اینا میگن که هر مریض که میمن نام شده اینی نشته میکنه خب باز یا پیش خود میمن چی دستن و پاکت نده؟ نه دست سوزن داره. خب سوزن همون سوزن آه. سوزن به خاطر چی؟ سوزن رو به خاطر کارهای خود میکنیم خون جایی که خون لختگی میکنه سوزن میزنیم خون مولوی صاحب چی را یافتن شما اینی هم این پشت تاویز است این پشت تاویز است و اینا همه چیزا خیلی زیاد همین رقم نمونه نمیشته است اینجا نشته است مثلا بنا کاملا فاضله دیگه این سایکو ورود خانم خان در اینجا ممنوع است که این در خود کارت نوشته است. خورود خانما ممنوع بدون است مرد. مگم ورود تاویزی نه خود دیده تاویز میشه نیست، نه اینجا خود تو پیدا کی جا کتاب آلینی ها چیه؟ عاشق هیچ کس نیست سایکو صاحب کلا قرآن درمانی است. خب کلا قرآن درمانی نوشته است اینجا نه حالا تاویز نه اینا سحر، خودش ثبوت نه نیست جادویی نیمو ثبوت شده نمیتونه خیلی تو پیش اگه چی میکنه؟ کتاب یافتی من میگم صحیح نه همین پیش چی میکنه؟ خیلی اگه کتاب یافتی صحیح کتاب درست است همین خلطه چی نشان میده؟ این خلطه خب هدار اشغال است. همین تویز سردردی را که شما دادین چقدر شما علم کردین؟ کدام؟ تویز پیشتر که گفتی بر سردردی گفت من در خانه یاد به گرفتم سردردی گفتم که گفتیم هدارش طب خانگی است اینجا بله نه؟ بله باز تویز دادن خب طب خانگی تاویز ما مربوط ندادیم. خب پیشتر گفتی بر سردردی دادم نه نه اینی تاویز سایکو که جور شده که جور شده یک دقیقه اجازه بده این چی است این چی یک است؟ دقیقه اجازه از این بچه است از این بچه است از دیگه این برای چی خاطر است؟ ها؟ برای بیا پیش به این به چی خاطر است؟ دندانایش این کمزوره. خود دندانا پیش دکتر برای یا ایره در گردن دکتر خود رفت دکتر نتیجه نداد و خب. نسایی که دندانایش از خودت نتیجه میده ان شاء الله کدام از خود ما ببر نتیجه نداد بیادر ما گردن از من دار است. از ما باز میفهمی چند است؟ 5 دقیقه
5 روپه در 5 روپه جور میکنی 5 روپه دوای دندان دردی میتیم همین را باز کنی صحیح است همین را میشه باز صندوقه چند سال میشه فعالیت میکنی 20 سال 20 سال است بله در این 20 سال تنها سردردی و دندان دردی را جور میکنی نه شکرم بوده تنها نیست دم دردهای مفصل کمر و پای اعضای بدن موی رفتگی قوت بدن فلج روماتیسم افسردگی عقب گزیدگی و مارگزیدگی همه توسط این چیزا رو شما کلش میتونید خیلی دکترها شفاخانه باید دیگه بسته شد او خیلی خود دکتر که میرین نه برای زردی 6 ماه شما را پریز میکنه اما اینجا که 3 روز بیه که ما ببریم کمک پس میشه کسی بکنه که او عالم باشه چرا شما چقدر درس خوندید از کجا فارغ شدید از 15 شریعت فارغ شدیم از کدام پانتون از پانتون مرکزی کابل خب یک چیزی تانم فکر شد خب این دوران نجیب مثلا من 60 ساله آدم هستم سند دانه است سندم بیادر شیر خود جنگا که در افغانستان چطور تلاش شد فکر شد سندتان سوخت میشه پرسان بکنید چی هست؟ کدام باش امپریال دی 7 این چی هست؟ این قوطی از چی هست؟ کدام قوطی دواست سکسی دوای چی هست؟ دوایی که بیادر شیر از یونانی فروشا که میاریم این اینجا بیادر خب شیر باز دهی مندازیم فکر شد این خودش میینه تو بگی بخوان این خودش همه تو بسته بندی شده میایه نبات بس میخوری؟ نه نوش جان هیچ یام نه این شیرنیگک قلم چی به طور دوربین چی میکنیم روی تا نشان نمیتیم خب صدای این چی هست؟ کدام تخلق است چیه؟ نه مشتوکا رو روی قبله که قبله نما باشه میره مکه معظمت جور کردن که معلوم شد خب قبله را بفهمن قبله را بفهم خب صدیقی صاحب چی هست دیگه اینجا؟ ایران واس کردیم؟ خب تعویض از چی هست؟ مینی چوباست خب که این از یا بذار ما دوای دندان دردی جور میکنیم کدام چوبا؟ این چی هست؟ کدام ایره نمیفهم نام مریضه از این چوب دوای دندان دردی جور میکنیم؟ دیگه کجا؟ باشه بگیریم پیش زهرا زهرا بن مدینه ها؟ خب ایران مشتکا خط کرده؟ کدام این پایینشه. فقط بذار شیر اونو پشت 11 نفر نوبتش بوده اونو 11 بوده خیلی دیگه هم پشت 11 و 9 نشته بود او را گفتی اشتکا خط کرده این نوبت است او را اشتکا خط گفتی کرده یک کار کو صاحب خب از اولش فکر شد مهم نیست من خبرنگار هستم من بی‌طرف هستم اون مهم نیست تو که بی‌طرف فعلا این مهم است این چیرام دم کنی خب در لاسون در بسم الله الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما شفاء و رحمت للمؤمنین ضرور است که باید چاقو دم شود دم شوی خود فکر شد وزی که دم شد در زمین دادن سوختندیل خب این الالیم تو که خبرنگار بله یا فقط ما فعلا آمدیم که خودت سحر و جادو میگی اول رسیده ما هم شاهد داریم بزرگوار حالا شاهد میایه شاید بیایه تو خارج شد بیایه یک از ما در روز دستگیر کردیم روان میکنیم صحیح همون که از اینجا خارج شده او میایه جناب بالای سه چوب ببخشید چوب ثوابش زیادتره نه کتاب فالبینی البته اینجا نیست کتاب ستاره شماری اینجا نیست کدام یه همیزی بچه ها بوده زون قاف کاف این همیزی بچه ها بوده که کنه شده اینجا ماندن این چی است که اشتکار کلش از اطفال به است خاطر چی است؟ به خاطر چی نوشته کرده ایره؟ کدام توی رو مرد بخوام؟ صدیقی صاحب دردهایش بوده خب اون همیزی بچه گه اینا میگن از اطفال است حتما کارخانگی هایشان است کدام همیا نه میگم از ما اطفالای ما خب به می خود نگاه میکنم خب بسیار پروردگار نگهبان است یا ورق پروردگار نگهبان است یا ورق خیلی قرآنی که بیادر پروردگار رایی کده او ورق است برای تا دیر شهن دیده و برای ده خب اطفال نمیلی کلی آه ده خب اطفال نمیلی کلی ده
حکیم صاحب تو میگی ما حکیم هستیم با دوای طبابت میپروشیم نو همین آیات قرآن کریم و حدیث چی میکنی نمیده خب گفتم زردی زردی تو خودش دکترش نمی چیزا بد بدی نه زردی را دم میکنیم ما زردی سیاه زردی سفید حتی برای زردی شویست هم ما داریم شاید کسی یک زردی نباشه دیگه چیزا نه برای شویست زردیم داریم تو مرا قلمه که من نوشته کنم تو خوب ببین خب خودت این رقم استاد شو این رقم ما چهره تا نمیگیریم برادر بیا بیاین برادر با اینی شکل استاد شو اینجا استاد شو نمیگیریم از پشت سر میگیریم خودت به خاطر چی اینجا آمده بودی؟ ما به خاطر پال نه چی؟ به خاطر به اولادی آمده بودی یا نه؟ به خاطر گفتم پال کنه برای ما چی مانا؟ اینه که ما یک کسی از قوم بود اولاد نمیکرد باز ما جستجو کردیم اینجا یک را گفتن که اینجا هست پال میکنه که برای او کس دعا بیتن که او به اولاد بیه باز ما اینجا آمدیم اینا گفتن که او زن داره؟ او یک مردم بچه همیم است دمازار است بعد او بر ما زنگ زده بود که همینجا پال کنیم که ما اولاد نمیکنیم 10 سالش درسی کردیم یه چیکار کنیم باز ما اینجا آمدم اینا پال کردن خب اینا برتان چی گفتن؟ اینا گفتن که یک 70% راه داره که برای او ما رایش چی گفت؟ رایشه که ما برای او دعا بیتم دعا دعا نوشته کنم همون رقم میشه نوشته کنم به نمیفهم به بازو میشه به کمر بسته میشه همطور گفتن که بس کدام چیز رو نوررحمان اگر نکرد که نه نوررحمان مثلا به کدام شیشه میشه یا چیزا چی خواست از خودت؟ از ما چیز دیگه فعلا نخواست فعلا 300 روپیه از ما خواستن 300 افغانی که ما برش دادم دیگه در آینده او کسی دیگر گفت که بیایا 10,000 روپیه ازش میگیرم اما دوباره برش میتونم صدیقی صاحب میگه گفت اون نفره که وقت آوردی 10,000 پام به ما بیاره که باز ما برش نه 10,000 گفتم تو خدای 10,000 گفتیم 10,000 گفتم نه دیگه به خاطر کله بلش گفته بودیم ما چون یک دخترم چی هستم چون ما ازدواج نکردم یک دختر دوستش داشتم دوستش داشتم بعد چی گفتت؟ که هم فعلا چیز دادیم ما تو خدای چی گفته برای از او را چیز نگفت نه او را چیز نگفت فقط همون نفر از ما 100 روپیه گرفت بخاطر که پول ما رو دید گفت یکم مشکل کوشش بکن که می کارا جور شو باز ما دیگه چیز دیگه درخواست نکردم دختر جور شو نه ای که تو کوشش کن که او را بگیری بگه فال ما دید گفت که یک ذره مشکل است نه ما چی از 300 روپیه دختر کم سر شده تو کوشش بکن که او را دلش باز به دست بیاری میشناسین شما دختره خیلی چطور گفتن سرد شده؟ خدا شاهدی است که بدر یه آدم فعلا زیر تاثیر رفته ما فقط از خوار زیر قد چیش بدرش به اولادی را حسابایش گفتیم از همشیرش قد یاز نیست نبینی کسی یک دکتر نه شما گفتین طب خانگی باز چطور ما گفتیم منال از این دوا که دادیم باز کل که کارهای خدا توکل به قرآن میکنیم خب سیکو این کار گوشه‌ای کار نه یعنی کسی وظیفه نداره کارش بند است شما برش بنوشته کردین که وظیفه پیدا کنه نه رزق و روزیش زیاد شوه او خب از طرف پروردگار است منال سیکو بازی ما چی میگیم نه ما یاد نداریم بدر ما فقط نفری که اینجا برش میگیم ختم قرآن کن ختم قرآن کسی میگه که وظیفه نداره چی میگه او که وظیفه نداره لک مردم ولی وظیفه نداره او قرآن نداره فقط ختم قرآنشه که بیادر ما گرفتیم بعضی مردم است که اینجا برای خود ما بیادر میته که اینی را بیادر یا 100 یا 200 برای ما یک ختمانه بگیریم ما برش یک ختمانه میخوانیم این چی هست بزرگوار؟ ده چی دی بسم الله لا اله و انا الیه راجعون ای چی هست؟ یک کسایی بوده که اینجا آمده تا ایزش کار نکرده از دیگه جای اینجا مانده نظیفه بنت مریم ایره دیگه کس برش نوشته کرده؟ این دیگه کسایی که اینجا آمده که سرش کار نکرده باز اینجا اعلا کرده یارا مانده خب باز چرا پیش شما میمانه؟ خنال باز دیگه جای نمیمانن نمیتونن بیادر اینجا میمانه باز ما اونو تا که جمع کردیم میبریم چی مشکل بود؟ چی کارش نشده؟ یه معلوم نیست ایره کسی نوشته کرده که برامزو معلوم است کسی هست که خب پیش ما آیات قرآن است اینال معلوم نبوده که چی نوع مریضی داشته بوده
از این گفت معلوم میشه که او این که چیزی نمیشته کرده و از او تو خوب تجربه نکستی او کار از این نشده به خاطر نمیشه که چیزی نمیشته کرده آورده نمیجنگه اینجا آورده نه دیگه کسا اینجا خیلی آورده انداخته خیلی آورده خیلی هستینه فکر شد خود دیگه جایی که گرفته کار نکرده اینجا آورده انداخته معلوم شده خب باز کارش شما کردین اینجا کار نکرده نه چیزی که در تاوان ما باشه ما از تاوان خود بالا کار چرا پیش خود نگاه میکنید پس برشان خب گفتیم اینا که زیاف شو ما ببریم میده خب هیره بیادر شهر یک جای زیارت قرآن است که با زمین نام نویسا دیگه کلگیش همونجا برده میشه مانده میشه یا بیادر نمیشه دیگه که هر روز به خاطر از یا ما بریم خب چی هستن جناب مولوی صاحب؟ حالا گفت دیگه چی هندی دا گوره دا خب این خو اطفال نوشته نکده این همی پاک خط اطفال است مولوی اطفال چرا این قدر بباره از اطفال کتاب چه داره باش یا خارج از برم کاغذهایی که ما براتون دادیم که نوشته کنی بیاری بره یوسف هم بگو بیار رورم یا برای خودشان اینجا نوشته میگونم ما برایشان درس یاد میدم که نوشته کنم برو کار امروز من نمیفهمم که این یا خودش کرده این هیچ چیز نیست هیچ چیز نیست هیچ چیز نیست این خود اتاق شماست خب اینجا اشتکای میشینه ها اینجا قرآن درس میخوانه اینجا پولی میشینن سه لو گوری یه اشتکا خط تو در دیر دیگه محمد هادی این از کراچی اومده؟ از کراچی؟ چی مشکل داشتی؟ پایش درد میکرد از خود پاکستان اینجا مردم خب پاکستان میره که خوی نمی برو با شما از خودش پرسان کنین که از پاکستان چرا اینجا آمده پیش خود آمده به خاطر تداوی هر کنه لومالیس نه برو مالسه حالا من خودم آمینه ترست دی به زابر کوی ها تا چی دی؟ این مشتکاست؟ یه امیزی مردم است که اینجا آورده مانده ها اینجا زیاد از زیاد از برای بچه همین نوشته کرده یا ایتا بیر مرا یکی نموشته کرد یکی نموشته کرد نه بچه نوشته کرده بیم بخاطر شد چی امیر اکن چیزایی بچه نموشته کرد ایره خوی نال ما برش درس میتیم که یا درس بخوانه بخوانه نمیره برو خودش بخوانه خودت درس دادی تو باش من درس دادیم اصلیشه که من نوشته کردیم گل فقط به خاطر زردی که دوش در بین از جای به جای میشه که جای دیگر نریزه این خالی است یا پر است؟ پر است در کجاش دو جای به جای میشه؟ خوی در بینش که پر شد باز اینجاش محکم میشه این اصلی دواست باز این دو انداخته میشه همین بچه های توی چرا همین نمایش خانما مشته کردی در هر کاغذ نمای خانما هسته ولی دیگه چیز پنجاش دانه بچه داره مینم یا کلش ریزه است یا مادر ندارن خب کلا قرآن هم اینجا درس میخوانند بعض وقتا نوشته مکتب هم میکنن درس خواندن فایده دارد هیچ چیزی نیست نه چرا خیلی اینجا چیزه نه چرا پیش خود نگاه میکنی اینجا چی نوشته داره این یه چی نوشته داره به چی هستم او را همین پیشتر که به ما پول کرد خب باشه صدیقی صاحب چی او را پیشتر که به ما پول کرد همین گرفت ایت انداخت خب چه رقم انداخت پیش رو این بود درست کردمش نه ایت رقمی مینداخت باز خب بازم دوباره خودت خب میگه یه چیز نه چوب بده فقط گرفتیم گوشه کردیم خالی کل گپای زی دروغه حال که دی آقا صاحب یه آدم است سارانوال ها یه سارانوال است خب یه نمی این بگو گل است نه گلاس کنال باش این سارانوال است به نظر شهر از حقوق فارغ شده فکر شد یا نه فکر تو اگه اصلی گبت بگی تو از ما تاویز گرفتی تو خدای تاویز نگرفتم خب فال کردم خلاص فال شدیدی این چوبار برش انداختی؟ دقیل انداخت میگه فال اومدی 500 روپیه دادم به من 200 پس دادی 300 روپیه ما گرفت این میشه که 300 تو گرفت 300 گرفت گرفتم برات 200 مانده ها فکر شد 200 پس نه 200 پس داد که 300 روپیه از ما گفتم ما شیخ هستم خب دختر از ما 100 روپیه گرفت از او نفری که برای ما زنگ زد که فال مرا برو پیش همی آقا ببین از او 100 روپیه از در کدام داخلش ورق است نه بینش پر است نه خب گفتیم که دعا برش جای به جای میشه بریم دعوا داخلش چیز است دیای شام هم میشه وای جان
دی چی نشته شده؟ به هر مریضم یک دواست. بله بله. ایره بخونین چی است؟ به شوهرم چه نمیده. به شوهر خود صحتش خواسته از خدا. محبت کنه. محبت بین زن و شوهر خود گناه نداره. این خوب ندار کدام چیزی نه. ولی این خود گفتی که بر زردی است. بر زردی های این یایش از خورترکاش. نه خیره گفتی در داخلش زردی است. کل نمیت بیادر جای به جای. ولی خب محبت چی به زردی؟ لالای. یه نمین جای کدام. چیزا که آیات قرآنی داره که او را میخونه خودشون مسائلشون حل میشن. خب باز کسی که سواد خواندن نداره. به خاطر رزق سوره الواقعه را بخونه. دیگه کس بخونه نداره. قرآن کریم بخونه. خب با شما بخونید ایره در گل پارتو ایره در گل بسته ایره کجای قرآن است؟ قرآن کجای قرآن است که ایره تو نوشته کو باز ایره در گل پارتو باز اینجا بگو که محبت در بین دو نفر چی شود؟ خب اون آیات سرش بخون چوف کو هیچ کس خلافش نیست. قرآن کریم شفاست. الحمدلله مسلمان هستیم. ایده کجای قرآن ذکر شده که تو ایره در گل پارتو ایره مثلا با شوهر محبت میکنم و محبت. خب مقصد اینجا چیزی که شما یافتین اگه خلاف است مرا این خلاف است. نه محبت بین زن و شوهر جادو نیست. شما جدایی را میدونید؟ نه صدیقی صاحب همی پیشتر گفت که اینی به زردی است. فکر خودت گفت در داخلش می باشه میپره. حالا میگه این به محبت است. نه نیایش که ریزه است بر از او جور میشه بر زردی. و اینجا نوشته است که در زندگی هم خوشی و خوشبختی بیاید و این مسائل میره در گل چی کده بود. این باز با کلگی کار میته؟ به هر کس هم یک داره؟ کلگی کار میته صاحب. بیادر این ما شوی سای دیگه هم داریم که پیش رویت من نوشته کنم. بگو در داخلی همی چی دست داد؟ در داخل کدام؟ از داخل از همون برام. در چی دی؟ کدام؟ اینو نگو که اشتو کنه. از مردم گو پیشتر برد گفتم که اینجا آورده. ما تقریبا 5-6 نفر که چند روز ما بیخی ثبوت جادو سرش داشتیم میگه ای از مردم است. نیخ برد. تو چیزای آورده بود ای از گرگ است ای آورده نه از گرگ ما نداریم. نه خب میگفت از مردم است. ای تاویز از مردم است. ای برنج از مردم است. خب شما ما گپ میزنین. یه خگ اشتکاست که خورده. خب صدیقی صاحب نوشته کنم اگه شفا پیش روی گولی کن تاسو خو پیو خبر نه ولا لغه وای زردی دیده چی شده پرالیکه کوم مرض ده پرالیکه خواهی شفا برای کلی چیز. اول که یو ځل دغه خپل منس مقتدل تکرار کې خده برای کی نماز خدا بخوانم. بله نماز خدا خب یادت خود تو گه بگوشون من خواستم تشیع اهل تشیع علمان داریم ما از او پرسان کنیم که میخوانین یا نمیخوانین. دعای قنوت نمیخوانن خب الله معینا کی است نه چی است صدیقی صاحب؟ تیاره است. خط برای بچه ها تیاره جور کن. این چیز است. این تعویض از گفت برای بچه هک است. این جان خدا میاله ششته او رو اینجا مانده. خب بچه است. بچه ماست. بده که فکر کنم آقا از کسی که چیزی گم شده باشه شاید دیگه پیدا کنی. برو خود آینه‌ش بیار از بالا. برو. اما آینه‌ش. سایز نبر. برو بیار اما آینه‌ش بیار چیرگیشه. کسی گم شدگی را پیدا نمیتونن. داشانه را. جناب بالای صاحب تصمیم شما در قبال این شخص چی است؟ تصمیم دیدو خلکو په هغه باندې د وزارت خوا موږ ته د دې چې درکن کسان موږ د سکیر کوو کوم اسباب شي د سیر چې ورسره ټول تر نظر کوو بله همه چیزا که همراه خودش به حوزه میبریم کلش حوزه ما میبریم درست نو دای موږ د سکیر کوو شیان ټول حوزه کې سره ضبطو او دایم سره بیا حوزه ته د وزارت سره کوم هدایت محتوا امر کوم اینا میگن ما شما را با وسایل تان حوزه میبریم و هر هدایت که یکم پیشتر این زردی است نه یا مردم چیز تک مردمه خب که همین بیا مانده خب چیز مردم آورده چی هست صدیقی صاحب میشه آواز بکنید خود دیسو باش قندم اینه چه دیره بیرون ببخش برو تو برو چی نشته صدیقی صاحب؟ اما مسائل بخیرم ذکر شده این شوهرم چی است؟ دیدم
جدا کنم از چی؟ نه نه ازدواج کنم. شوهرم ازدواج کنم؟ آه. یعنی ازدواج نکرده پیش از او به شما چی؟ نه این فقط از دیگه جای که آورده اینجا چیزی که دادهش کار نکرده. خب فکرت شد یا نه؟ این گلم دیگه جای جور شده بود اینجا شما. گلم دیگه یک جای دانش از شما بود نه از ما این بسته نشده. یک شخص گفتی از خودم از گفتی بازاردی است. بله حالا بله. میگیم که بله این بله. از دیگه کس آورده. بله بله. از ما که چی شوه اینه بیادر سرپوشش جور نشدن. نه این سیکو نه. صاحب شوهر شوم. آه. نه؟ مجرد است؟ آه. شما بختش از باز بختش باز میکنه. خمه تو بوده دیگه. خمه تو بوده. بختش باز میکنه درست؟ شوهرم بیاید و عروسیش شوم خب؟ این به خاطر بخت است. شاید هم تو بوده باشه. خب بختش باز میکنه. شاید هم تو بوده باشه. خب شما نوشتین دیگه به خاطر بخت اینا درست؟ نه دیگه کسی اینجا که آورده مانده. خب یکیش یک دانه گل اما یکی از ما بوده ولی این خو یک رقم است. نه کلان رضا داره. کی آورده؟ خب یعنی از ما بوده از اینا او را نمیفهمیم که چی بوده. نه اینجا میگم از مردم است نه. هیچی اسیر مشتو این از مردم آورده مردم اینجا آورده مانده اون از اینجا. همش کپ است نه؟ آه خب دیگه همش اطفال این او اینه از این میده شده فکر شد. فقط امی اشتکا از خودش است و یکی اینی چادر از خودش است دیگه چیزا از مردم است. کل چیز از مردم است و خط هم اطفال کرده. دا خو نه قناعت نکوي وای دی خلکو دی کنه عکس پاولی دا دزوان عکس او دا عکس کی است میشه کدام یک دقیقه شما این کی است میشناسین کی است این برادرت است بله. کدام برادرت است نامش چی است نامش میر احمد. در کجاست یا چارقلای چاردی میشینه. یه تایزه دیگه هم از مردم نه گو خون چیزی که از اونجا گرفتین و از مردم. اونا کلش از مردم است. یک اونم چیز که بود گلی او از خودش. او یکیش از خودش بود که فکرش نبود که میگم از جایی که گرفتن باز کار نکرده اینجا آورده مثل دا تو هم کسته چی مگو نیست او دا خبری که دای خلق دی سعی کنم از شما یک سوال میکنم. همین چیزایی که کار نکنه چرا به خودت میارن؟ کدام؟ خب که کار نکنه اینجا میاره اعلام میتن میگه که تو هر جایی که کردی تو بکن. چرا خودت مسئولیت این مسئولیت میگیری؟ خود دیگه چطور کنه؟ اینجا میاره اعلام میکنه. من حیث بیادر یک آدمی که بیادر تو امیر هر جای میکنی بکن. ما خب پیشتر برات گفتیم که یک جای زیارت قرآن است که بیادر جادو ده مجرد هستم شوهر پیدا کنم شوهر دارم طلاق بگیرم ده مسئله این خیلی چی بودی؟ سعی کن جونر لوره سعی کن. این مجرد آمده بود کشتی. این هم چی است؟ همه کارهای باز شود رزق و روزی هم زیاد شود و همه کارهای هم رونق چی املایش هم خراب است. رونق بگیره تا همه کارهای باز شود و مشتری به خاطر گشایش کار است. مشتریان هم زیاد شود چی؟ اصلا تو سر خود من نوشته کو یعنی خط از من نیست با خط من فرق میکنه فکرت شد یعنی فروش کارها زیاد شود یک کدام دکاندار شد یعنی حاجتم برآورده شود بخیر حاجتش شما برآورده میکنی یا خداوند خدا یا اینجا سعی کن تو یک دفعه اجازه بده باش که من میره یک دفعه صحیح بخوانم. سلام علیکم. کجا هستی؟ این بخاطر رونقی کارش هست. خب بخوانید. من نتونستم میره خواندن. از شما نیست. نه. لیسانس گرفتم چرا نمیخوام؟ خب تو چرا نمیتونی؟ گوندیم جای بالا میره. التوجه اليك چیه؟ اليك واسم اليك توصل اليك بس مشتریان و غیری نوتون نه شماره باش یکی کلش از آیه قرآن است از لایزی کشیدی فریب میدهد آیه قرآن کریم باز نه کو که فریب میدهد فریب میدهد نه و اینا را اصلاح نه این نیست این چی است این هزار کسی بوده از ما مولوی خب پیشتر که از خودت بود آیه قرآن بود از دیگه صدیقی صاحب
همه چیزها را دیدین و مولوی صاحب هم گفت تصمیم آخر ما است که من اینا را میبرم به حوزه با تمام وسایلشان و اونجا هر تصمیمی که وزارت امر بالمعروف گرفت در قبالشان ما امو تصمیم را اجرات میکنیم. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته راځي هغه ورته وایي چې کور کې د څه شي پاتې شو که نه ونه ټول مې صدقه کړله او یو شی مې پرېښی هغه شی څه ده سوره واقعه حدیث مبارکه کې راځي علما دلته ولاړ دي کوم کور کې چې سوره واقعه لوستل کېږي هغه کور الله جل جلاله له فقر نه له بېچارګي نه ساتي نو د قرآن عظیم الشان تلاوت فقر بېچارګي له منځه وړي دوی په دې کې اختیار نه لري دوی خو په دغه شیانو باندې سیده دغه ټول دی دغه اسباب دی کنه تلویزیون و کنه ایره تو ثابت میتونه این جنبه شری داره خود نه نه بی دبای نزی فقط یه چیزی دیست گلسه او چی به دبای نزی؟ دبای نزی فقط دوی بده از کسی که اینجا آورده مانده چی بود؟ از کسی مانده اینجا مخی ویل چی زردیدی پر یو ده واه یک تایش از کلان از خودت آه کلان کلان چطور بود؟ کلان زردی گوشه‌ای چی بود؟ نه به خاطر شفا بود نه شفا بود محبت بود که شوهرم نه از اون پرسان که کفر که شفا و شفا به ما بیان شفا و شفا چی مانا؟ شفا و شفا بهتر شد در دوش از طرف خدا مانایش چی؟ شفا چی مانا؟ شفا چی؟ شفا صحتمندی شفا دوزخ کنده شفا چی است؟ شفا بهتر شد شفا صحتمندی شفاست تو دندان از بدر دماغ از شستن پای شستن دست آرنج بدر صورت فکر خب برای حضور میگی تو بریم خوینمی از کل نماز شد بدرش نماز بدرش روزو رو برد خب اتحیات الله رو بگوی اتحیات بدرش در نمازهای ما نیست نیست نه دعای قنوت است دعای قنوت هم در نماز ما نیست مولی شب کدام چیز از در نماز شما قنوت هست شما اتحیات لله و صلوات و طیبات در نماز ما نیست خب چی است نه تحیات خب به هر حال دعای قنوت خب ما داریم به نماز خود خب چی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار یک مریض بر شما میاد به کدام الفاظ به کدام آیات ورد میکنه بسم الله الرحمن الرحیم و ننزل من القرآن ما شفاء و رحمت للمؤمنین والله یزید الظالمین الا خسارا چی؟ خب این خیلی اشتباه میخوانی قرآن کریم از دی جور عمل نمیتونیم امروی تو این خیلی اشتباه میخوانی به خاطر دنداندردی شما چی میکنید؟ دوا داریم نه شما خود دندان میکنید از او ما نداریم او دوا داریم پایین پاکی شما می جوازی طبابت دارین جوازی نه نداریم میگه طب خانگی است از طب خانگی جواز داشته می باشد او تویز کلان گفتی به خاطر دنداندردی ما خب مولوی صاحب در دوران غنی خب ما رفتن نمیتونیم مقدار شیر چی را تیر کردیم پل چرخی را تیر کردیم دوران خب ما گرفتن گوانتانامو گفت گوانتانامو تیر کردیم گوانتانامو برده شد گوانتانامو تیر کردیم کی بود در دیوالای اتاقت دیوالای اتاق مدر کسایی بودن از میدان وردک بودن کی بود مثل بیادر شیر سمت ملا سمت بود ملا کاپی بود گوانتانامو فکرش شد این در کجا است در کدام کشور است این بیادر شیر این در بگرام گوانتانامو در بگرام است ما مقصد ما توهین و تحقیر علماء کرام نیست حکیمان نیست دیگه عاملینی که تخصص در فن دارن از این ما چیز مقصد ما توهین و تحقیر نیست مقصد ما نظارت است که ببینیم تو علی کار حکمت را میکنی نه طبابت را میکنی این معمولا باید یک جواز داشته باشه ما میره از کجا بگیریم خیر جواز نه تخصص کردی تخصص خود درس خودنیم پیشاور بیادر لاهور کدی پنچی کابل خیر بر صورت نه نه خیر بر صورت نیمه شرایط کی داره بر صورت ما مرسی اعلا محترم کردیم در نیمش ندانیم کتاب توانش نداشتیم خب بر صورت بیشتر سندتان در جنگا سوخت سندم بزرگوار سایکو بیشتر خودت گفتی که سند ما در جنگا سوخت نیمه علاقه سند داشتیم سند 12 پاس مکتب داشتیم دیگه داشتیم خب بیا اینجا قلم بیار از من امتحان بگی که ما نوشتم خب بر صورت امتحان میگیرم خیر ما خو گفتیم که اول شریعت به ظاهر سه میکنم باید سند داشته باش صحیح سند خونه داری نه
بالکل کدام جا تخصص کردی؟ خب گفتم لاهور خواندیم. چقدر؟ فقط 3 سال. والله سند داری اصلا چیز والله عالم ورته چیری مولسته در لاهور که کوم در کدام مدرسه در کدام پانتون کالج؟ نه در مدرسهش نخوندیم. من گفتم البته دوا یونانی رو میگیم. دوا یونانی ای به حیات انسان به حیات مسلمان تعلق داره. یک چیزی عادی نیست که یک چیزی خوراک است تاریخی تیر شده نباشه. این چیزای است دوا که اول تخصص کنی بعد مریض تشخیص کنی. این دوا به یک معنی شفا است به دیگه معنی زهر است. هر دوا گوش کن یکی تو سند نداری برای ما گوش کن حاجی صاحب دیگه تو کارای تعویض نویسی دم و دعایی میکنی؟ کتاب تعویضات نداریم فقط دم مندازیم. الهم قل هو الله احد میخونیم سر مریض خلاص. نه تعویضات نمیکنی؟ نه نگه یافتم که شما به خاطر چی اینجا؟ به خاطر زود بیا. این معامله ایش پرسانت میگه. شما برای چه آدم آمده بودید؟ آمدن که برای ما پال کنه. اینجا میگه رویم نبه. خیر انتش داشت. The small تا انت پارت. اما پارت دگان پارت. ما آمده بودم که برای ما پال کنه. ما خودم در اصل عاشق یک عاشق یک دختر بودم. برش گفتم که او را پدرش به ما نمیته. گفتن که تو کوشش بکو یک مقدار خرج کو که تا که دل دختر به دست بیاری و یک مقدار سرد شده است. این یک موضوع که 100 روپیه از ما گرفت به این قسمت. به اون قسمتی که ما گفتم از فامیلای می یکی است که اولاد نمیکنه. بعد گفتن که در کجا هستم؟ ما گفتم در مزار است. بعد گفتن که اگر اونجا دوا میگیرن خوبی گیرن اگر نمیگیرن اینجا بیاین ما 10,000 روپیه میگیرم اونا رو دوا میتم انشالله تا 70% کارشان جور میشه. ایره باز چی کردی؟ باز با ما 200 روپیه باز از او 2 نفر گرفته از ما که 300 مجموعه شد. باز با امی چه کردن یک چیز میخواندن و نمیفهم یک آیات میخواند 1 2 3 6 16 یک هم چیزا میگفت لحیتن بعد اینطوری مینداخت این رقمی مینداخت باز گپ میزد میگفتی کارت میشه نمیشه بازم دوباره میگرفت میگفت یا حضرت حق وضعیتی مینداخت بازم دوباره میگرفت یا صاحب الزمان این رقمی بازم گپ میزد میگفت کارت باز دل دختر سخت شده گفت از تو سرد شده کمی. باز تقاضای پول چقدر کسب پیشتان که فعلا خواست ما 300 گرفتن. دیگه ما راجع درباره از دختر دیگه چیزی نگفتم فرصت نشد مولوی صاحب آمد ما را گرفت دستگیر کردن ما برآمدیم پیسه از زیر خیبت پیسهش 300 پس میته میشه پتر که می خب فالبینی میکنی نه یک آدم تو آمدی که اولاد میکنه یا نمیکنه این 300 روپیه را خودش تقاضا کردش خودش فالبینی تو خبر است در شریعت چیست؟ در شریعت فالبینی جرمه. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. 300 خودت خواستی یا خودش داد؟ خودش داده. نه خودش خواست گفتن که 300 گفت 100 روپیه از خودت میشه از خاطر همین عاشقی که بودی 200 روپیه دیگر از او کی میشه از او نفر دیگه من خودش داد. ببین یه آدم گردن خود بسته نمیکنه. ما 500 در جیبم بود 500 گرفت 200 روپیه مرا پاس داد 3 روپیه گرفت اینی که از من خواست. خب بینده های عزیز آمدیم در منزل این شخص و اینجا اثرات از سحر و جادو دیده شد و اینا میگن که از اطفال است و یا از من نیست. خب جناب بالای صاحب میگه ایره ما در حوزه و با وزارت امر بالمعروف ان شاء الله که حل خواهیم کرد. تا برنامه بعد که محمد بلال ولیزاد در خدمت شما حاضر میشم شما را به خداوند پاک میسپارم. وقتتان بخیر. الله نگهدار.